سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کامنت. من هم سلام عرض میکنم و منتظرم که مهران خبرها رو بیاد، منم کامنت ها رو برم. بله، خبری که من میخوام بیام خبر آتش بس هست. چی؟ تو مذاکره آتش بس و مذاکره. آتش بس کدومه؟ مذاکره کدومه؟ این شایعات فضای مجازیه. اصلا بحثی از آتش بس و مذاکره نداریم. اثر گذاشته رو تو فضای مجازی. بابا شایعه چیه؟ فضای مجازی چیه؟ یه گله 80 نفره از شخصیت‌های لشکری و کشوری نظام به سردستگی پاسدار سیسمونی، سردار، دکتر، پروفسور، خلبان، لوله‌کش، قالیباف بلند شدن رفتن اسلام آباد اینها. بفرما. ای بابا، این هوش مصنوعی هم واقعا دردسر. هوش مصنوعی؟ اصلا تو متوجه نشدی این ویدیو هوش مصنوعیه؟ قالیباف و مذاکره محال ممکنه. تو ببین قالیباف سر مذاکره چی گفته بوده قبلا. آقا فرمود ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. ترامپ قاتل شهید سلیمانیه. مگر ما میتونیم بی تفاوت بشیم حتی بین اون دو نفر؟ حتما برای ما فرق میکنه. اینکه حضرت آقا میفرمایند شرافتمندانه نیست، خب شرافتمندانه نیست. یعنی تو میگی قالیبافی که قبلا این حرفا رو زده بود انقدر بی‌شرفه، انقدر بی‌چشم روه، انقدر بیرون نمکه که هنوز عزما رو شار نکردن بلند شه بره مذاکره؟ تو اینو میگی؟ والا من اینو نمیگم، اینو بسیجی‌ها همین الان دارن میگن. ببین چجوری فوشکشش میکنن و چیا بارش میکنن. ببین امروز دوباره خبر اومده تایید شده آقای قالیباف کجا رفته اسلام آباد مذاکره. آقای قالیباف تو هر چی داری تو مملکت صدقه سر رفتن شهید ماست. تو صدقه خور آقای ما بودی. یعنی لعنت به تو اگر بخوای خونه آقای ما رو پایمال کنی. ای بابا، این بسیجی‌های بیشعور که اگه شعور داشتن که بسیجی نمی‌شدن، یادشون رفته که حاجی زاده به این قالیباف گفت پدر موشکی اصلی رژیم ایران اینه. بعد بهش چالش شد عمر سعد. حالا میگن عمر سعد. هم اینو یادشون رفته، هم یادشون رفته که همین قالیباف چطور لباس پاسداری پوشیده بود تو استبل ولایت مرگ بر آمریکا. اونم یادشون رفت. کسی که باعث شد موشکی تا این حد گسترش پیدا بکنه و نام اون هیچ جا برده نشد و همچنان گمنامه و امروز با آزادی عمل ما دیگه میتونیم اون رو مطرح بکنیم، آقای دکتر قالیبافه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ. من نمیفهمم داستان چیه مهران. همه اینا یه طرف، اون داستان آبقیونه گیری قالیباف که قاسم کتلت سلیمانی نه قاسم سلیمانی رو بغل کرده بود زار زار گریه میکرد، اونو فراموش کردی. یعنی قالیباف بلند شه بره با قاتل قاسم سلیمانی مذاکره کنه؟ یه همچین چیزی امکان داره؟ اونم بعد از این زار زدن. بعد از این زار زدن ها. بابا قالیباف که سهله، پاسدار وحیدی که مثلا سرتشتک سپاهشونه که من هنوز ته تونل نیومده، هنوز از سوراخ بیرون نیومده، ببین چه پوستری براش درست کردن.
نوشته وحیدی مزدور، هیچ کس تو رو برای رهبری کشور و قاطی شدن تو زندگیمون انتخاب نکرده، نه حقشو داری نه اجازهشو، زود باش گم شو از زندگیمون، برو پی کارت. اینو بسیجی ها درست کردن زدن در و دیوار. چرا تو نظام هم دیگه رو فوشکش میکنن؟ یاد اون ضرور مثلا افتادم که میگفت شهر بیکلانتر همه بر هم دیگه هفتیر میکشن. این عظما رو نیستش، هم دیگه رو فوشکش میکنن. دعوا سر چیه؟ نکنه دعوا سر چال کردن عظماست؟ خب اول عظما رو چال کنید بعد استخوان هم دیگه رو بجویید. نه، دعوا سر آتش بسه بابا اینها. رهبر ما، امام ما، ولی فقیه ما کی مجبور میشن مذاکره کنن؟ کی مجبور میشن آتش بس کنن؟ زمانی که ببینن مردم دیگه کف خیابون نیستن، زمانی که پشت ولی فقیه خالی بشه و ما مردم تا زمانی که هستیم اجازه این که جام زهری بخوان بنوشونن نمیدیم. برای چی؟ دیدی آتش بس حرامه. باز میگی آتش حرامه. باز میگی آتش بس. این آتش بس از کجا سر کلش پیدا شد؟ این ادبیات عظما رو چرا عوض میکنید؟ اسمش آتش بس نیست، سکوت نبرده. بگو سکوت نبرد. آتش بس دیگه نمیگی. بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سکوت نبرد. باباش که میخواست عقب نشینی کنه جام زهر بخوره اسمشو گذاشت نرمش قهرمانانه. حالا این عظمازاده، نه عظماچه چون آقازاده، عظماچه که میخواد عقب نشینی کنه جام زهر بخوره اسمشو گذاشته سکوت نبرد. یعنی خودشو بیار اسمشو نیار. کلمه جدید اختراع کرده. نبرد. حالا این آتش بس یا این سکوت نبرد که این درست کرده چه ربطی به خیابون داره؟ چون میگه سکوت نبرد، بلا فاصله بعدش میگه خیابون رو بچسبید، مسجد رو بچسبید. چه ربطی داره این دوتا با هم؟ خیابان گفتی و کردی کبابش. کردی کباب نظام رو. خیابان همون تنگه اصلی نظامه. خیابان اسم مستعار براندازیه. تر از تنگه هرمز اینجا تنگه خیابان هست، تنگه احد خیابان. خیابان هم یعنی مردم ایران به اصطلاح حرکت بکنن و بیان خیابونا رو تصرف کنن و موجب براندازی کنن. عجب، پس داستان خیابان اینه. بله، خیابان محل نبرد مردم با این رژیمه. همون جاییه که رژیم 100 تا بمب اتمی 100,000 تا موشک هم داشته باشه حریف مردم نخواهد شد و مردم تا رژیم رو سرنگون نکنن از خیابان به خانه نخواهد. یعنی خیابان نه سکوت نبرد داره، میپذیره، نه آتش بس میپذیره، هیچی. پس به خاطر همین بود که چند وقت پیش بوفالوی ولایت برگشت گفتش که این خیابون از صدها موشک هم مهمتره. ببین غریزش چقدر خوب کار میکنه، چون عقل که نداره، با غریزه اینو گفته. خیابون شناسه. خیابون شناسه. نقشه دوم اغتشاشات داخلیه. اونی که الان جلو هر دو نقشه رو گرفته شما مردمید. این ایستادگی شما، این مقاومت شما، این شب زنده‌داری های شما در مساجد و در خیابان ها و در میدان ها این دشمن رو بدبخت کرده. هر کدوم این عملی که شما انجام میدید از صدها موشکی که رزمندگان ما به منافع امریکا میزنن این اثرش برای دشمن خیلی کشنده تر هست. ببین انقدر این خیابون مهمه که این پاسدار برگشتی مثل تاکسی برگشتی منظورت؟ آره، این تاکسی که از دور خارج میشد. مثل تاکسی برگشتی، پاسدار برگشتی اومده تو تلویزیون داره التماس میکنه به قول خودش از مامان باباها که دست بچه هاتون رو بگیرین سر جدتون برین خیابون. اینها مامانا، باباها،
دست بچه ها رو بگیرید بیایید تو خیابون. میخوای بچت مرد بشه؟ بذار حس کنه یک قهرمانه، آمده وسط میدان، میونداری داره میکنه، میدونداری میکنه. مامانا، باباها، بچه ها رو بفرستید این شبا ایست و بازرسی، بچه ها مرد میشن. دیدی التماسو؟ این جونور با خودش چنده، چون این چند ماه پیش یه ویدیو من ازش دیدم که اونجا مامان باباها رو تهدید میکرد که بچه هاشون رو نذارن برن تو خیابون. الان میگه برن تو خیابون. داستان چیه؟ و امشب شبیه که مامانا، باباها دست بچه هاتون رو بگیرید، عموها، دایی‌ها، خاله‌ها، عمه‌ها زنگ بزنید. اگه میدونید او دختره او پسره یه ذره حواسش پرته، نرن بیرون. اگه اتفاقی پیش اومد، اگر کسی خطی بهش افتاد، اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی طوری شد، گله نکنن. البته این میخواد لشکر پرستوهای حکومتی، مزدورای هشت شعبی، لاتولومپنای خود رژیم برن خیابون که تا مردم نیان مثلا تو خیابون. البته مردم هم هر موقع اراده کنن میان تو خیابون و همه اینا رو دک و دندشون رو خورد میکنن، لط پارشون میکنن. مثل قیام دیما تجربهشو داره، تجربهش هم داره. ولی ببین چقدر وضع خرابه که بسیجی‌ها دیگه به ساندیس و این حرفا راضی نمیشن. الان نگاه کن تلویزیون رژیم چی میگه؟ مجبور شده رژیم به زور آمپول تقویتی و مغزهای خوراکی اینا رو بیاره تو تلویزیون، بیاره تو خیابون. کاری که این گروه داره میکنه به اسم گروه جهادی تخصصی درمانی به نام خادمین بینام اینه که میان بسته های تقویتی برای مدافعان امنیت و جهادگران این روزهامون بسته بندی رو آماده میکنن و هر شب هم این بستهشون شامل یه سری محتویات هستش، یعنی از ویتامین C گرفته تا حالا قرص های تقویتی و آمپول های تقویتی و مغزهای خوراکی و هر چیزی که فکر کنن به هر حال میتونه به سرپا نگه داشتن مدافعان امنیتی ما این روزها کمک کنه. من یه پیشنهاد دارم، اگه کار نظام با تقویتی و این مغزدانه حل میشه، خب اول برن بدن اون عظما که دراز به دراز رو تخت افتاده 16 تا متخصص عمل جراحی، 2 تا از این آمپول تقویتی ها بهش بزنن صداش در بیاد. چرا میرن از پایین شروع میکنن؟ اول عظما رو برا کنن که 2 کلمه حرف بزنه. من میگم اصلا این ادا و اطوارا برای چیه؟ مگه همین کینگ مجتبی نگفت که الان 20 و چند میلیون در پویش جان فدا شرکت کردن؟ تلویزیون رژیم هر روز داره میگه فکر کنم تا زمان پخش این برنامه کامنت از 30 میلیون هم بزنه بالا. نگاه تاکنون بیش از 21 میلیون و 600 هزار ایرانی در پویش جان فدا ثبت نام کردند. کی به کیه دیگه؟ همینجوری 1 میلیون هر روز ببر بالا. یه سوال دارم. من فقط یه سوال دارم سر این چی گفتی؟ پویش جان فدا. این پویش جان فدا نفراتش همونان که تو پویش استشهادی قزمس نوشته بودن، همون چند میلیون، یا اونا رفتن استشهادی انجام دادن برگشتن اینا جدا، یعنی اینا با هم حساب شده یا جدا؟ آره این باید مشخص بشه. باید مشخص بشه. معلومه اونا هم چند میلیونی بودن. آره دیگه اونا هم چند میلیون همینجوری ثبت نام کردن. آره که سردستشون هم رسایی بود. نوشته بود. تا گفتش که من نوشتم ولی مرزی نیست که برم. ولی حالا الان غیر از اون چه که مهمه اینه که باز عظما و به قول تو عظما چه رکورد زدن، منتها این بار در دروغگویی و وقاحت. ما رکورد زدیم. راستی بابک از زرشکیان چه خبر؟ نوبادی دیگه، اون پیام میده، این یکی میره مذاکره، این چی کار میکنه این وسط؟ خب برگردیم به خاطرات دوران کودکی. مامانا میرفتن از خونه بیرون توی در قفل میکردن که نریم تو حیاط بیفتیم تو حوض. بزرگترا رفتن مذاکره، در قفل کردن، این تو اتاق واسه خودش صحبت میکنه و افاضات میکنه و تلفن میزنه، خونه رو آتیش نزنه. الان فعلا تو اون اتاق در قفل تا اون مذاکره کننده چیکار میکنه الان؟ چی میگه؟ همینجور پرت و پلا. قبلا چیکار میکرد؟ پرت و پلا میگه، افاضات میکنه. تو این جنگ 40 روزه دنیا به لرزه در اومده، همه چیز مشکل پیدا کرده. ما تو کشورمون احساس نمی‌کنیم مشکلی وجود داره، حداقل از نظر خدمات دولتی. دولت
خدمات دولتی، اصلا دولتی مگه مونده که بخواد خدمات بده؟ راست میگی. ببین اینا هیچ مشکل اقتصادی نداره. این مثل این میمونه که توی روستا که خیابون نداره ادعا کنن که آقا مثلا ما مشکل ترافیک نداریم. آخه شما مگه اقتصادی برای این مردم گذاشتید؟ شما مگه خدماتی به این مردم میدادید که جنگ بشه اونا تعطیل بشه؟ از قضا وقتی جنگ میشه شما میرید تو سوراخ، اوضاع مملکت بهتر میچرخه، چون اولین مضر برای مملکت شماهاید. کامنت این هفته هم تموم شد. در آخر حرفی باقی نمیمونه جز آرزوی سلامتی و سرشاری برای همه شما بینندگان عزیز.